به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خرد برتر از هرچه ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش در زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد و آخرت، دگر بر ره رمز معنی برد. با درود خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی، امروز با 124مین برنامه از سری برنامه‌های شاهنامه خوانی و شاهنامه پژوهی در خدمت جناب دکتر مازیار قویدل، پژوهنده تاریخ و فرهنگ ایران هستیم. امروز 29 بهمن ماه سال 3761 زردشتی، 2732 مادی ایرانی، 2582 شاهنشاهی، 1392 یزدگردی، 1402 کوچی محمدی برابر با 18 فوریه سال 2024 ترسایی است. پیش از هر چیز پروانه میخوام خدمت شما بینندگان عرض کنم که این برنامه امروز به صورت زنده پخش نمیشه. میتونید سوالهاتون رو برای ما بفرستید، در برنامه آینده در خدمت خواهیم بود و پاسخ خواهیم داد. جناب قویدل، به برنامه خودتون بسیار بسیار خوش آمدید. بسیار درود دارم برای شما و همه بینندگان و شنوندگانمون در هر کجای جهان و در هر هنگامه از شبانه روز. جناب شهرام، گفتگوی در میان بود که این بخش رو که یک بازنگریه بسیار دوستان پسندیده بودن. ما دشواریمون اینه که در ایران نمیتوانن یوتیوب رو باز کنن، برنامه رو یکم میبینن بریده میشه، نمیتونن ببینن، و کاری که کردیم ما اینو برنامه انبار شده رو سوا فرستادیم، نه در یوتیوب نه رو فیسبوک که میذاریم، سوای اینا رو براشون فرستادیم که در دسترسشون باشه. دوستان دارن یاری میدن، یه بخشایی رو دارن کوتاه میکنن، تیکه تیکه میکنن، به خصوص اون بخشایی که به ویژه اون بخشایی که درباره فرهنگ گفتگو شد، درباره چیزهای دیگه گفتگو شد، دارن دوستان مهر میکنن، کوتاه میکنن، پخش میکنن، شاید به ما هم بدن، خودشون دارن اونجا کار میکنن. بسیار خوب، با سپاس فراوان از کسانی که همراهی میکنند و این مهر رو در حق ما دارن. جناب قویده، همونطوری که همین الان شما فرمودید، ما داریم یه بازنگری هم میکنیم نسبت به برنامه‌های پیشین و این سومین برنامه‌ایه که ما داریم بازنگری میکنیم در قبال صحبت‌هایی رو که شده، گفتگوهایی رو که تا کنون داشتیم. جناب قویده، ما زال و رودابه رو رسوندیم به جایی رو که زال و رودابه به هم رسیدن. در برنامه پیشین سخن از سام آمد، درست. سخن از سیمرغ. اندکی در مورد سیمرغ صحبت کردید، حتی شما اشاره‌ای هم به رخش داشتید. و چیزی رو که جالب و قابل توجه بود جناب قویدل، اینکه بینندگان خیلی براشون جالب به نظر می رسید که چطور این چیزها قبلا باز نشده. جناب قویدل، ما تو برنامه‌های پیشین هم بارها و بارها اشاره کردیم که کسانی رو که در شاهنامه قهرمانان شاهنامه هستند پای بر زمین دارن بگم. و, و کسی کمکشونه، اون خردی رو که دارن یارشون هست و راستگوییشون و اون جوری رو که به دنیا نگاه میکنن و رابطه ای رو که با زیستبوم دارن. و در زیستبوم شما بارها فرمودید ما همسایه با سایر جانداران. جان دارم. جناب قویده، سیمرغ یکی از این جاندارانه. اونجوری رو که از یک مرغ وحشی باید بر بیاد نباید خردمند باشه، ولی سیمرغ یک مرغ خردمنده که موجودی است، نمیخوام بگم جانوری است، موجودی است که اهمیت میده و وقتی رو زال رو زیر بال و پر خودش بزرگ میکنه به زال خیلی چیزها رو یاد میده که در آینده کمکه برای زال. خب درست. کمی در رابطه با سیمرغ صحبت کنیم، بعد برگردیم نگاه کنیم به موجودات دیگه‌ای رو که کنار انسان، کنار پهلوانان قهرمانان شاهنامه قرار دارن و
پس از اینکه کمی در این مورد صحبت کردیم برگردیم و بریم سراغ نقش بانوان و زنان شاهنامه. اگر موافق باشید ما اول گمان با جانداران شروع کنیم، بعد بریم سراغ قسمت‌های بعدی. در خدمت شما. باش. ببینید همچنان که در داستان کیومرث خوندیم گییا مرتا زنده میرا، گییا که امروز ما داریم نم نمک شد گیومرت و کیومرث امروز، که این گیه همون گیانمه که ما در کردی هم امروز داریمش، در لوری هم داریمش، گیانم. گیه مرتا از مرتات میاد، مرتا میاد مرگ، زنده میرا. مرد زنده میراست، زن زندگی سازه و آمیخته این دوتاست که زندگی رو میسازه. و اگر در گذشته ما بیدیدیم که در یورش هایی که به کشورهای گوناگون میبردن بانوان رو میدزدن، برای زندگی زاییشون بوده، تنها برای یک کار جنسی نبوده، چون میخواستن گسترش پیدا بکنن و این زندگی سازی با اونها بوده. و چون مردان همواره در نبرد بودن و در سازندگی شکار و نمیدونم هنگامی که دیگه تو غار زندگی میکردن اونجا رو یه سر از گوشی میکشیدن، یعنی اونها بانوان آموزگاران نخستین بودن و پرورشگاه انسان هستن. برای این بوده که این کار میکردن. خب در اونجا میبینیم که در اون داستان بار گذشته اشاره کردیم، دد و دام و هر جانور کش بدید ز گیتی به نزدیک او آرامید. یعنی نشون میده شاهنامه و استاد سخن میدونه چجور پیش بره. کسانی اومدن به ایرانیا میگن آتش پروردگارشونه. انسان در آیین ایرانی دستیار پروردگاره، دستیار اهورامزداست، که اینو من نمونه هایی که دیگرانی که بررسی کردن و در این باره گفتگو کردن در کتاب پژوهشی در اوستا که شما هم دارید و شماری از دوستان دارن آوردیم نمونه هاشو. خب در اونجا انسان هم که یار پروردگاره نگهداری میکنه از چیزهایی که نیاز داره، چون هنگامی که آتش رو راه افروختنش رو پیدا کردن این رو پاس داشتند و پاسداری کردند و کسی که نگهداری میکرد آتر بود، آتشبان بود، آتر پاتکان، یا آذربایجان آتر پاتکانه دیگه. آتر، آگر که هنوز در هند به کار میبرن. ما لورا هم میگیم آگر، ما لورا آگر هم میگیم به آتش. اینه که آتر پاتکان اینها رو نگه می‌داشتن و اونا میگفتن این پروردگارشه. نه، این ارزشیه که انرژیه که انسان ارز شناخته، یک ویژگی هایی داره، همواره آتش رو به بالا میره، پاک کننده است، آلوده نمیشه. یک ویژگی های فلسفی برای خودشون درست کردند و مورد آیین اسلام که سنگ سیاه یا حجر الاسود رو میرن نیایش و ستایش میکنن و از همه جهان امروزه میرن، اینها گفتن که آتش در همه خانه ها میتونه باشه، در یک جای مرکزی باشه، جایی باشه که اگر نبود بیارن. خب به اینا میگفتن آتش پرست، به اون گونه ای که مردم باش بستیزن. متا درست میگفتن ما آتش پرستیم، ما طبیعت پرستیم، ما انسان پرستیم، ما همسر پرستیم، چه زن چه مرد. اینه که این پرستاری از پیریستا میاد که پیرامون ایستادن و نگهداری کردن، که پرستارم برای همونه دیگه، پیرامون هست و نگهداری میکنه. خب این انسان نگهبان و نگهدار طبیعت بوده، زیستبون بوده، پرهام بوده. خب این بوده و در میان ما هم بوده و بهش هم افتخار میکنیم، کار خوبیه. انسانهای دیگه هم همین کار میکنن. با این دگرگونی که اونها برای نمونه 100 ساله بهش رسیدن، بیشتر مردم جهان شماری بودن، سرخپوستا هم ارزش میذاشتن، سرخپوستا این کارو میکردن. در بسیاری از تیره ها و تبارها هم میکردن. در افریقا هم بخشایی بودن که این کارو میکردن به طبیعت. حتی من در یک جایی دیدم که اینها مردان با طبیعت عشقبازی میکردن، عشقبازی سکس میکردن. این هم باورهاشون بود و باورها به گونه‌ای بود که استاد جعفری زندیات من میگفت مازیار، در هند همه معبدها و نیایشگاه ها با رابطه و پیوند زناشویی
هویدا میشد بر اونجاها. هنگامی که انگلیس ها اومدن و اینا اومدن گفتن آی رختنتون کنید و نمیدونم فلان کنید، اونها اینو سکسی نمیدونستن که امروز میگوین سکس، نماد زندگی میدونستن و کسی هم هیچ کاری نمیکرد. برای نمونه هم جناب شهرام، من بچه که بودم در بروجر زندگی میکردم. خب کسایی که از ده میومدن، از سیاه چادرها میومدن تو شهر میومدن خریداشون رو میکردن، زن با بچهشون. من بارهای بار در سن کوچک تا 15 16 17 18 سالگی میدیدم بانو یه جوانی بچه‌ای داشت در کنار خیابان روی سکوی یه جای نشسته بود و بچه‌شو پستانشو در آورده بود شیر میداد. هیچکی به این نگاه نمیکرد. منم که این جوان بودم دیگه، جوان بودم، اصلا همچی چیزی تو سرم نمیگنجید که این برای نمونه یک عضو زنانگیش اومده بیرون و داره این کار میکنه. اصلا نگاه نمیکرد، تنها نگاه میکردیم و آفرینش میگفتیم که در اینجا هم نمیذاره در میان مردم بچهش گرسنه بمانه. پس دیدها دگرگونه. ما همون دید رو هنوز داریم. یعنی در بسیاری از ایرانیانی که باور دارن به گذشته ایران و ارزش میذارن به داده ها و یافته ها، چه خواندن و نوشتن باشه چه کشاورزی باشه. شما نگاه کنید هنگامی که نام کشاورز میاد یا برزگر، این برزگر میگیم، برزگره، اینم بذر نیست و برزه. این برزه، چون برزگره، کسی که با برز کار میکنه. ما امروز دیگه میگیم برزگر. برای میبینیم یک ارزشی برش داریم، مانند آموزگاره. آموزگارم برزگره، برز رو میکاره، برز رو میکاره تا ما بزرگ بشیم و امیدواریم که اگه درختیم صاف بیایم بالا، کچکوله نریم، جاهای بد ریشه ندونیم، خوراک بد نداریم و اینا. این هستش که انسان پیوندش با طبیعت باور نکردنیه. در فرهنگ ایرانی ارزش داره، براش ارزش داره. برای نمونه همون آتش یکیشه، آب همونه. ایرانیان آب و باد و هوا رو آلوده نمی‌کردن، آتش رو آلوده نمی‌کردن. این 4 تا رو، 4 آخشیش یا 4 عنصر، اینها اونهایی هستن که نباید آلوده بشن. زندیات هما ناطق که در یک کنفرانس ایران شناسی، همایش ایران شناسی بود، منم شانس بودن در اونجا رو داشتم. شبا کنار هم بودن پژوهشگران و ما جوونا، سخن 40 سال پیشه، بیش از 30 سال پیشه. استاد خالقی اونجا بود که من یه سرودش هم یادمه که در اونجا خوند و هیچ جای دیگه نخوند. من در تن خود رگ کیانی دارم، در رگ همه خون پهلوانی دارم، بگذشته 1400 سال و هنوز در دست درفش کاویانی دارم. یا یک کوزی کار دست کاشان دارم، یک قالی دستباف کرمان دارم، یک جعبه خاتم از صفاهان دارم، یک سینه پر ز مهر ایران دارم. خوبه که ما اینا رو بگیم، سپس یادم رفت نگاه کنم بنویسمش پایین، چون اینا رو یادمه که یادم بود. یا در همونجا سرکار زندیات هومان عاتق میگفتش که من رفته بودم برای بازدید در دوران جنگ ایران و عراق یا عراق و ایران. در اونجا به یزد رفتم و در روستاها میرفتم و کرمان. گفت در روستاها که رفتم دیدم اینها در نبود سیمان، با گرانی سیمان گرفتن، از رودخانه یک شاخه سوا کردن اومدن کنار، سیمان درست کردن، حوضچه‌ای درست کردن، روستایی‌ها اونجا رختاشون رو میشستن. گفت خب من برام شگفت انگیز بود که اینا در روستا این کارو میکنن، در شهر نه، شلنگو میگیرن آب میپاشن به جای جارو کردن. خب به اون گفتم که، به یکشون گفتم که شما چرا اینو اینجا درست کردید، نمیخواید دم رودخونه بشورید؟ گفت نه، آب نباید آلوده بشه، این میایم ما اینجا میشوریم، سپس این چیزی که میمونه خشک میشه و نگهداری میکنیم اون خشک شدی آب، اون دیگه در رودخانه، پس این آبه. آتش هم همینطور، باد که همون هواست دیگه، آلوده نمیکردن، کاری نمیکردن که باد آلوده بشه. پس این پیوند ایران با طبیعت در فرهنگ ایرانی بوده، در نگاه ایرانی بوده، در نگاه کیومرث میبینیم. سپس هنگامی که هوشنگ آتش رو پیدا میکنه میگه اینو ستایشش بکنید، اینو بگذارید روبرتون نگهداری کنید، آتر پادگان باشید، آتر باشید، آتشبان باشید. پس پیوستگی ایران با زیستبوم ایرانی
فرهنگ ایرانی که سپس اندیشه های زرتشت از فرهنگ ایرانی برداشت شده. اگر نه در دوره کیومرث که سخنش بیاد هنوز زرتشتی نمونده، چند هزار سال مونده تا زرتشت بیاد. خب پس این زمینه رو داریم. برای همینه که میگیم دوستان اگر یک سری مانند همون چند سرودی که شما میخونید بنواژه ها، کلید واژه های سخن استاد سخن، سرود استاد سخن و فرهنگ ایران رو ندونیم، همواره گرفتار میشیم، نه در تنها خوانش و برداشت از شاهنامه که در زندگی، در برخوردهای سیاسی دچار دشواری میشیم. خب میام این آتش رو میبینیم، پس میایم همینطوری که میاد. برای نمونه دیوها یا دیوان جاندار بودن، الف و نون جاندار هست، دیوها هم میگیم اینا رو، مانند درختها و درختان. خب میرسیم به اونها، میبینیم که اینها یه نیروی توانایی هایی داره، از این نیروها بهره برداری میشه، بهره گیری میشه، نمیگرن همه رو بکشن، بهره میگیرن ازش. و برای همونه که اینها به انسان یاری میدن. خب میان، چون تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. یزدان ستوده شده، ز ایزد ستاس یا یزدان ستاس؟ یزدان ستاس. خب پس نگاهی هم که داره میکنه، اگرچه دیو باشه، دیو میدونه کارآمد هست و دیوها اومدن کار میکنه و دیو رو انسان بد میدونه، همون ما رو میدونه که بد میکنیم و ما بسیاریمون دیو خوی هستیم که نمونه‌هاشو ما در درازای تاریخ دیدیم. در درازای تاریخ از دوره جمشیدی دیدیم که رفتن آوردن ضحاک رو نشوندن، یا میایم برادرای فریدون که میخواستن فریدون رو بکشن، اونا هم انسان بودن. خود افراسیاب هم یکم دیرخو بوده، نمیتونیم بگیم مانند ضحاک. با این روی، با اینکه از خودمونه، از نژاد خودمونه، از تیر و تبار خودمونه، این هم این دشواری رو داره. تا اینکه میاد همینطور میرسه شقات برادرش رو میکشه، برادرای فریدون و برادرای ایرج رو میکشن، فرزندان فریدون. همینطور میاد تا دوره یزگرد، دوران تاریخی گذشته رو داری بگیم که ماهوی سوری و اینا همواره ما داشتیم، در جا به جایی داشتیم و این درگیری ها رو داشتیم. انسان پس نگاه اگر میکنه، اگر میگه که آن جانور دده و میتونه به انسان آزار برسونه، مانند داستان بیژن و منیژه که ارمنیای امروز، ارمنستانیا میان پیش پادشاه و میگن که ما گرفتار شدیم، میان پیش کیخسرو میگن ما گرفتار شدیم، اونا همه زندگی ما رو به هم زدن و بیژن میره که اونا رو از بین ببره. یاری هم با خودش با اون میفرستن که بره یاری بده که این دروغگو عذاب در میاد، سپس میبخشنش. پس این دیوخویی در ما پدیدار میشه و تو این چند دهه ما دیدیم بسیار دیوخو دیدیم، دیگه دنبالش جایی نمیخوایم بگردیم، چرا بریم سراغ شغاد و نمیدونم فلان، هست دور و برمون پره، همش هست، تو برنامه‌های رادیویی تلویزیونی اینا پر می‌بینیم. خب پس انسان همین نیروی دیوان رو هم بهره میگیره ازش، که دو تا نیروی بزرگش رو ازش بهره گرفته، که یکی از نیروهایی که از اونا گرفته و بهره ازش گرفته، یکی از سه یافته بزرگ انسانه که یکیش یافتن آتشه، بهره یعنی ببخشید یافتن آتش نه، راه افروختن آتشه، یکیش دانه‌کاری کشاورزی هست. خب آهن و اینا رو هم هنگامی که آتش ساخت از اون در آورد، و سه این خواندن و نوشتنی که این رو از دیوان گرفتیم. پس همه ارزشمندن، هر کدوم در جای خودش. یا برای نمونه ما در داستان درخت آسوریک میاد میشنه درخت گفتگو میکنه با بز، گفتگو میکنه، یه نمایشنامه است، به اندازه ارزش داره و پندهنده است که ما در داستانهای هندی هم کلیله و دمنه دوتا روباهن که اینا یکیش کلیله است که دمنه، و میان که ما میگیم کلیله و دمنه، اینا میان و آموزش میدن به ما، آموزش میدن. و این کاریه که در دوره پادشاه ایرانی میرن هند و اینا میخوان که جاودانی رو پیدا کنن، میفرستن هند در دوره انوشیروان، و این میره اونجا و دنبال گیاه زندگی ساز میگرده و میره به یه جایی میرسه، میگه تو برو اون پادشاه، اون چیزی که دنبالش میگردی، برو پیش پادشاه، کتابی داره اونو بگیر بخون، که نامش هم همینه.
میره اونو میخونه و میگه که اینو نمیتونی، تنها میتونی بشینی بخونه. اون میمونه همه رو میخونه، تمام میکنم یک شبانه روز اونو میخونه و سپس مینویسدش به پهلوی و میاره با خودش، یا میاد ایران مینویسه، نمیتونم اینو بگم یادم نیست، اینو مینویسه. پس پیوند فرهنگ هند و ایرانی، ایرانی و هندی بسیار هست. در سرخپوستان امریکا هم هست که میگن ما چگونه هستیم و میپرستن و نیایش میکنن. اینا خود نیایش به آسمان با آتش اینها هم همونه. منتها این پیشرفت داشته، یه دگرگونی داشته، نمیخوام بگیم 100% پیشرفت داشته، شاید یه روزی انسان به بوده برسه که اون شاید بهتر بوده، خدای باد دارن، خدای باران دارن و فلان. در هند بوده که ما هم با اونها آمیخته ایم. سپس در یونان هم میبینیم اینو که اونا انسان هاست در رخت خدایان و خدایان در رخت انسان ها. منتها همچنان که بارها گوشزد شده در فرهنگ افریقایی که در قرآن مسلمانان آمده، آهن و آتش از آسمان میاد. اینو که فرمودید ما پامون رو زمینه، در یونان هم همین گونه، در داستان ایلیاد ما اینو داریم. در فرهنگ ایرانی انسان همه چی یاد پیدا میکنه، چون انسان خردورزی رسیده. گامه هایی که انسان اصلا جهان چگونه ساخته شد، چگونه سامان گرفت، همشو در شاهنامه هست و ما گفتیم که همش هم با دانش امروز سازگاره. 99%، 95%، 90%ش با دانش امروز سازگاره. و همون که میگن بیگ بنگ، که اینو در یه سخنرانی اگه اشتباه نکنم در انگلیس بود درباره اینها، یک دانشمندی پا شد گفت یه بیگ بنگ بود، در یه لحظه جهان درست شد. که در شاهنامه ما داریم که فردوسی توسی میگوید که ایزد ز ناچیز چیز آفرید، که از او یادم نیست توانایی آمد پدید. لازم توانایی یه همچی چیزی اینو دارم از بر میخونم. اینا اوزان توانایی آمد فرید، حالا به هر اینه پدید. پس این پیوند انسان با طبیعت. خب این طبیعت یا زیست بوم یا پرهام یک چیزهایی درش میاد که میبینیم. یک جای خشکه، یه جای تره، یه جای آباده که در فرهنگ ما آباد، جایی که آبادانه، جایی که پیشرفته میگیم آبادانه. ارج آبه، ارجگذاری به آبه، یا نگهبان آب داریم ما در فرهنگمون. پاسدار آب داریم، پاسدار آبها داریم که ارداویرور آناهیتاست که پیمان صلح داره و آبها رو نگهبانی میکنه و اینا، که با 1000 چشم و 10,000 گوش و یعنی هزاران گوش در آسمان میچرخه با کارسکی زرین و اسبایی و میبرده مردم بر پیمان خودشون هستن یا نه. یا در همونجا میگه بر پیمان خودتون باشید. این چیزایی که جای دیگه پیمان یا پیدا نمیشه یا کم پیدا میشه، که میگوید شما بر سر پیمانتون باید باشید اگرچه با دروغجن. خب در درازای تاریخ یه دگرگونی های ما در این میبینیم. خب در دوره هخامنشیان میگویند که شب که کنار همید در بزمید پیمانی بستید، چون مستید پیمانتون پذیرفته نیست مگر فردا که مستی از سرتون پریز. اگر بر سر پیمان بودید اون هنگام درسته. نمانند پدر همسر بنده که رفته بود میکده، خونه‌شو یکی نیمه بها گرفته بود ازش. این تو مستی گفته بود باشه رفیقمی، باشه، هم پیالش بوده. فردا که میان بهش میگم بابا این خونه 2 برابره، نمیدونم چقدر گرونتره، اینا میگه نه من پیمان بستم. نه، این پیمان در مستی بوده. و همونه که ما یه بارم اینو خوندم، میگه سر شب مست بودم باغ فنک بخشیدم، صبح که بیدار شدم گور بابام خندیدم. پس پیوند انسان با طبیعت همونه. اینجا در این داستان رسیدیم به سیمرغ. سیمرغ داره خودشو نگاه کنه. خب حالا عطار نیشابوری سیمرغ داره، 30 تا مرغن پرواز میکنن اون سوای خودش. من اونو آمیخته نمیکنم با این سیمرغی که ما داریم. این سیمرغ همواره و همیشه جاودان، سیمرغی که همیشه به یاری میاد، سیمرغی که خرده، دانشه و به خدایی ایرانیان. این ما رو به خودمون میاره. شما پر سیمرغ رو به آتش بزن، به آتش اندیشه. پر سیمرغ رو
از خردت بهره بگیر، هوشتو به کار ببند، از خردت بهره بگیر، بر آتش اندیشه بگذار، به خود میای. همچنان که بسیاری از ایرانیان امروز به خود آمده. امروز گفتگویی میشنیدم از دانشمند ارجمند جناب دکتر دانشگاه ستنستد عباس میلانی، میگفتش که میگویند در این 44 سال دانشگاه ها دختران زیاد رفتن اله کردن بله کردن و اینا، و میگفتش که نه اینجوری نیست. نمیخوام بحث سیاسی بکنم، گفتگو رو سیاسی بکنم، منتها خب پس دختران اگر که اینا گسترش، همه دختران رفتن ساز یاد میگیرن، ساز که داشتنش هم جرمه، پس چجور شده؟ پس اگر اون شده پس اینم شده. حالا نمونه ساز گفتم، محمد حسن میرزا میدونی که این ولیعهد احمد شاه بود. یک روز با ماشین یا با درشکه میره به کاخ، یادم نیست با کالسکه یا با، چون درشکه واژه روسیه. این میره به کاخ، اونجا که میره بهش میگن که این اومده با ساز دستش بوده، تاری دستش بوده، تا میاد یه کشته به گوشش میزنه، میگه تو با ساز ربیون مردم پیدا شدی؟ یک همچی چیزی بوده دیگه، یعنی درباره شاه قجر هم یه همچی چیزی میاندیشه. سپس ببینیم که چه دگرگونی پیدا میشه اونجا. پس از انقلاب مشروطه درویش خان پیدا میشه، عارف پیدا میشه و دیگه پیشرفت میکنه که دیگه دیدیم و چیدیم و چیدند. ما یه جور چیدیم، اونا یه جور دیگه چیدن و برچیدن. خب پس این سیمرغ که میان ببینید چه ویژگیایی داره. انسان پهلوان سرکرده زابلستان، سام نریمان، سام یک زخم یک ضربه. زخم ضربه است، زخم ضربه است، ضربه واژه ایرانی نیست. این با یه زخم که میزده، یه زخمی که میزده همه چی از پای در می آورد، هر کسی رو از باب چه انسان چه جانداری از پای در می آورده. این آدم با باور به دانش هم داره که میبینیم هنگامی که زالو میذاره و داره میره به گاکساران برای نبرد، میگویه که اینها با مردم دانا نشین، که نظامی گنجوی همه بهره برداری رو از شاهنامه میکنه. من کوشش میکنم در برنامه ها بپردازم بهش، که میگه دوستی با مردم دانا نکوست. دشمن دانا به از نادان دوست. دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند، نادان دوست. اگرچه دکترا هم داشته باشه از دانشگاهی فرانسه و امریکا و نمیدونم هر جای دیگه، به فتنها از شوروی نداشته باشه که کار خرابه. من اینو در پرانتز باز بگم، من یه بار برای نشستی بودم و اینا، یکی از کسایی که در اداری کار میکرد با من اونجا کار میکرد، منو میشناخت، با من به گفتگو نشست و گفت مردم شما مردم درس خونده هستند. کسایی که از ایران اومدن بیرون بیشترین، نزدیک به همه درس خوانده هستند، کمتر بی سواد تو اینا هست. ببینید درس‌های دانشگاهی، آموزش دانشگاهیتون بالاست. گفتم عراقی‌ها هم همینطوره، همین گونه. گفت نه، شما با روش و آیین امریکایی، سیستم امریکایی خوندید، اونا روسی خوندن، پایین تره. ببین این نکته هایی که ما نمیدونستیم و نمیدونستیم چه ارزشی داره در دید دیگر. خب پس سیمرغ میاد پیدا میکنه، میبینیم که این سام نریمان دانشمند و دانش دوست و اینها از چیزی که ندیده میترسه. همچنان که آیین زرتشت که میاد، میره به ویشتاس یا گشتاس گفتگو میکنه، 2 سال زمان میبره، خودش 10 سال 30 ساله بوده به اینجا میرسه، 10 سال روش کار میکنه، ستاره شناسی میکنه، بررسی میکنه، گفتگو میکنه. از مادرش هم اینو برده، چون مادرش دغدو، در برنامه پیشین گفتیم که چگونه بود و فرار کردن اینا، رفتن پیش خانواده اسپیدمان یا اسپندمان، رفتن اونجا به گونه‌ای پناه بردن در میان کوه‌ها و اینها. و سپس خب 3 تا دختر 3 تا پسر اشتباه نکنم داشتن، که یکیشون پروچیستا بود که بیشتر از همه ما میشناسیمش. ببخشید، پروچیستا دختر زرتشته. اونها بود که یکیشون 5 تا بچه داشتن که یکیش زرتشت بود، و این زرتشت آموزشایی که دیده بود اومد و رفت به کوه، و در اون 10 سالی که کوه بود که نیچه در یه برنامه اون هفته منو خواسته بودن، انجمن
اروپایی زرتشت شناسی. من رفتم یه بار یه گفتگویی من اونجا دارم درباره فرهنگ ایرانی. اونجا گفتم نیچه، دانشمند فرانسوی، طفلی نیچه آلمانی، فیلسوف آلمانی، من گفتم اونجا. اون میگه که این هنگامی که به کوه رفت یه پیرمردی اونجا دید، یه مردی اونو دید، یه انسانی اونو دید. آره پیرمردی دیده بود اینو. پس از 10 سال که اومد گفت تو یکی دیگه شدی، یه چیز دیگه شدی. نمادین برخورد میکنه و باور بر این جشن سوری که سپس در دوره تازیان، ستم تاریان شد چهارشنبه سوری، که داستانش رو در چهارشنبه سوری گفتیم و بازم میگیم در اون هنگام. میگن اون روزیه که این سال شما رو درست کرد و آورد. باور بر این هست. انگیزه بزرگ سوری همینه. خب پس ببینید این تو فرهنگم میبینیم، تو اونجا هم میبینیم. سیمرغ هم یکی از اون داست که انسان میاد. ببینید نخستین باری که انسان گیر میکنه، پهلوانان گیر میکنن در شاهنامه، در برخوردها، داستان سامه. یک چیزی پدید اومده که چون ندیدن میترسن ازش، میخوان ازش دوری کنن. و همونه که سپس پی میبره و میاد میگه به گاه جوانی و گردآفری. اون حرف منو یادم انداختی. یکی بیهوده کرد ساختم داوری، پسر داد یزدان بینداختم، ز بیدانشی قد نشناختم. رای داد خرد، که خرد ورزی دانش میاره، و گزینش هم که خودش توی رای هست. اینها در فرهنگ ایرانی هست. ارزگذاری والا به بانوان که باز در میان زرتشتیان هم هست، در آیین زرتشت هست. ارزگذاری به زیستبوم و طبیعت و دیگران هست. به گونه که یادآور شدم و کسی هم پرسید، در اونجا براشون گفتم که در کجای شاهنامه اومده این چیزی که شما گفتید، که گفتم در وندیداد اگر سگ بارداری رو آسیب بهش برسونن درست برابر و این همانی میکنه با یک انسان باردار. این میاد، این نخستین باره که نگاه میکنه برخوردش خوشپسند نیست. خب گفت این چیه؟ این بچه دیو؟ نه بفرمود. پس تاش برداشتن از آن بوم و بر دور بگذاشتن. یکی کوه بود نامش البرز کوه، به خورشید نزدیک و دور از گروه. که این سرود رو در شماره های نیاوردن. بدان جای سیمرغ لانه بود، که آن خانه از خلق بیگانه بود. که نمونه دیگی هم داریم. ددان خانه آن بدان خانه آن خرد بیگانه بود. این هم یه نمونه دیگه که این واژه خلق نداره و اینو در خالقی و جنیدی میدونیم آورده. پس اینو میذارن اینجا پدیدار میشه هنگامیه که سیمرغ بچه هاش گرسنه هستن، برای اینکه خوراکی برای اونها بیاره به پرواز در میاد. یکی اینکه بلند آسمان جایگاه من است. یادتونه برای خلبانان میگفتن، از دوستان هستن جناب کاپیتان تهامی هستن، از دوستانی که میشنم جناب علی زرین هست، جناب زرین هستن، جناب ناخدا چرا همین یادم نمیاد که بگم نامشون رو بیشتر، محمد موسوی هستن اگه اشتباه نکنم. کاپیتان چیز هست توی فرانسه هستن، اگه جان یادتون میاد بگید اگه کسی. حتما. بلند آسمان جایگاه من است. به هر روی بلند آسمان جایگاهش، یعنی اینجا جاییه که بیشتر و بلندتر از همه جاست. به گونه ای که پادشاه سپس میره پی میبره فرزندش اونجاست و میخواد بیاره، دسترسی نداره و دور کوه میچرخه و بیچاره است، چاره‌ای نداره تا خود سیمرغ به یاری اون بیاد. فرمودید جناب هوشنگ فخریزاده. جناب فخریزاده که آموزگار خلبانی، استاد خلبانی بودن اونجا. انسان بسیار نیکویی هستند، بسیار انسان نیکویی هستند، بسیار دوست داشتنی. ما در پیوند هستیم باشون. پس این میاد، این جانور از همه جانور تواناتره. یک زندگی جان پرندگی هم داره، بزرگ، تواناست، خوشندیش، خردورزه. و اینجا میبینیم که پدری که باید بچهشو میذاشت نگه میداشت پرتش میکنه. سیمرغی که میتواند اون بچه شیرخواره رو بخوره
نمیخوره و میپروره. پس اینجا برتری پیدا میکنه. پس نخستین گامه های نمایش خردورزانه سیمرغ در اینجاست. در اینجا دیگه فرانکی هم نیست که بیاد به اون بگه که دوست گرامی این میخواد بیاد ایران رو راهایی ببخشه از چیز دیگه. این نیست. خب این میاد بچه رو ور میداده، خب میبره. نهادند بر کوه و گشتند باز، برآمد بر این روزگاری دراز. جهان پهلوان زاده بیگناه، ندانست رنگ سپید از سیاه. اون چه میدونه بچه رنگ سیاه و سپید چیه؟ این نمیدونه چیکار. خب پدرش ازش مهر ورده و گذاشته. و سپس داستانی میاد که من در جانوران هم دیدم که بچه شیر هم به کار بدی، همچون کار بدی دلیر نمیشه. این کار بدیه و اینو میذاره و میاد. دد و دام بر بچه از آدمی بسی مهربانتر به روی زمین. اینو در جاهای نیورده، به روی زمین آورده. خب پس میدونیم اون بچه افتاده بود اونجا و یک زمانی سرانگشت را میمکید، زمانی خروشیدنی میکشید. چه کار میکرد دیگه؟ گرسنه بوده افتاده، گذاشتنش اونجا. توی قنداق هم بوده، یه بستن گذاشتنش. و سرکار دانشمند عزیز، دوست دانشمند سیاسی ما هست، ما دانش سیاسی ندارم، شما دانشور سیاسی هستید. این بچه که گذاشته میشه اونجا نمایش ارزنده در میاد که به ما یاد میده شاهنامه که انسان چگونه است. و این چی بچه رو گذاشته و اونجا گاهی خروشی میکشید که این رنگ سیاه و سپید نمیدونه، بیگناه، گناهی نداره، این تقصیرم بهتره به کار نبریم، گناه رو به کار ببریم. اونجا گذاشتن. خب بچه سیمرغ گرسنه شده، میاد اینو بره بیاره. یه بچه رو میبینه که خروشنده است، مانند دریای جوشنده داد میزنه گرسنش و اینا. و این که بچه‌ای که باید در یک جامه باشه، در یک جای نرم باشه، سنگ خارا چیزشه، گهوارشه. این چرا اینجوری شده؟ گرسنه هم هست، جامعی هم تنش نیست و اینا. و بر روی خاک نژند افتاده. میگه پلنگش بودی کاشکی باب و مام و باب. ای کاش که مگر سایه گستردیش زافتاب. مگر ما امروز ولی و اما به کار میبریم، نه ولی نه اما فارسی نیستن. یه جا دیدم در یه جایی دیکشنری یا یه جایی نوشته بودن که ولی ایرانی اما عربیه. نه ولی، خب ولی فقیه این عربیه. خب پس میاد مهری به دل سیمرغ میفته و میره اینو ور میداره. یعنی یک دگرگونی در سیمرغ کار میده. خب این بلند پرواز هست، بلنداشیان هم هست. اینجا خردورزی دگرگونش میکنه، یه دگرگونی درش میاره که همه چی رو نباید خورد، همه چی برای ما نیست، یک چیزهایی رو باید نگه داشت. این پندی که شاهنامه پند نهفتشه که داره به ما میده. لای ردها و خطهای شاهنامه به ما بسیاری چیزها میده که خب استاد سخن اگر میخواست همه رو بیاره، به جای یک کتاب باید 60 کتاب می آورد، به جای 60,000 بیت باید 600,000 سرود یا بیت می آورد. از اون گذشته میگرفتن در زندگی میکشتنش، نمیتونه زندگی کنه. پس اومد و این بچه رو ورداشت برد، دمانم بردش تا البرزکو، بردش بالا و اونو برد پیش بچه هاش گذاشت. سوی بچگان برد تا بشکرن، بدان نالی زار اون نگرن. نخست اینجاست، سپس اون برده برای این کار اینجاست که به دلش میفته که خردش به کار میاد، یه دگرگونی در اون میاد. پس میبینیم که دگرگونی هم جناب استاد عباس میلانی امروز میگفتش که رادیوی امریکا گفتگو میکرد، بهش گفتن که آقا درباره گذشته شما هست. گفت آقا فیلم کارکن ساواک و آقای جناب ثابتی، ایشون که گفتگو میکرد فیلم منو پخش کرد و درست میگه. در اونجا میگه که آقا جان ما اشتباه میکردیم و من میخوام دیگه بیام بشینم کار کنم. خب آره اشتباه کردیم،
امروز نه. گرچه خب عکسش آوردن گذاشتن که با آقای بهنود شاه رفت دستشون دارن میرن که نشونم دادن. خب امروز اون نیست و دانشمندیه، داره درصد بالایی کار میکنه و برای فرهنگ ایران و روشنگری هم میکنه. خب در این هنگامه که سیمرغ به اندیشش میفته نه این بچه نباید چه کار بشه، به دل بچه هاش هم اینجور میشه. و ببین این تلپاتی که میگیم ما به این گونه کرد. نگه کرد سیمرغ با بچگان، بران خورد خون از دو دیده چکان. و اون نگاه کرد به اینم، چون بچه خودش به شمارش می آورده. شگفتی بدو برفکندند مهر، بماندند خیره بدان خوب چهر. همه بهش مهر انداختن. ببینید ما در تو داستان یه بزرگتر که مهر میندازه، مادر که این کارو میکنه، بچه ها هم این کارو میکنه. همچنان که در داستان رودابه که باز میرسیم بهش خواهیم پرداختیم پیش از این، در اون داستان میبینیم که رودابه اینا بیان بهش میگن که آقا این کیه؟ این بچه دیو، پدرش هم انداخته، تو چیکار میکنی؟ میگه من بر او دل بستم نه بر موی او. هنگامی که اون میگه و براشون میگه که چگونه است، از بنیاد خوب میگه، راه عشایی پیش میگیره. در اینجاست که اونها هم پیرو رودابه میشن. پس این کسی که در کاری برتری داره، درس بیشتر خونده، استاکار یا هر چیزی هست، این باید مانند درخت پرمیوه سر خمیده تری داشته باشه که این در میانه ما باید باشه، نبایدم فراموشش بکنیم. این یک روان پهلوانی به ما میگه. خب این بچه بیاد بزرگ میشه و پی میبرن که یه همچی بچه جوانی در البرزکو هست. کسایی که ما بازم زمان چقدر تون رفتم. خب بیان با نکردنی باشه. من گلوی گرم کنم. همینطوره جناب قبیده، همینطوره. خب بعضی از دوستان میشن اینو میخوان به نصر توی یه کتاب 20 صفحه‌ای شطرنج شاهنامه رو بگن. آره. و هر روی این هستش که آمدن اینها که کاروانهایی بودن در سفر می اومدن، دیدن که یک جوانی هست بالا بلند، برز بالایی ده، برز بالا برز بلند، البرز هم هست دیگه، معلش عربی نیست اگه البرز این نامش البرز بوده. این هستش که این کوه بلند در اونجا هست و دماوند و اونجا زندگی میکنه و این مانند آهو از اینا میره بالا. میدونیم که آخه بز کوهی و اینها در کوه، اینها یه ویژگی داره، اینا سمشون یه خط بینشونه، این یه تیکه نیست، این اینجوری میشه. دو دست و دو پاشون که میگیم 4 دست و پا، این اینجوری میشه، یعنی بتونه 1 سانت 2 سانت داشته باشه. اینو میذاره اونجا، این یکی میذاره یه جای دیگه، میسته در بلندای کوه میسته. این مال اون سمشه. ببینید پرهام زیستبوم، پروردگار، هر چی میخوایم بگیم، چه کار کرده، چه با دانش کار کرده و سپس ما میزنیم تا اینو میکشیم. این آفریدی ارجمند و ارزشمند. به هر پس این میاد دگرگونی و اینو نگه میداره. این بزرگ میشه، میبینتش و آموزشش میده و اون زبان این رو میآموزه و به زبان این با این گفتگو میکنه. این هم زبان سیمرغ باش گفتگو میکنه. خب میرن میگن که یه همچی جوانی ما دیدیم در این دوره. ما یه سروش داریم که رخت انسانهای هر دوره رو میپوشه میاد. در دوره گیمرتا کیومرسی پلنگین پوش میاد. در اون دوره پلنگین پوش بود. در دوره دیگه میبینیم نه، مانند اون پری پلنگین پوش میاد. در دوره فریدون به گونه دیگه میاد، در دوره های دیگه میاد. در دوره کیومرث 2 بار میاد. این وجدان بیدار انسانه، دانش انسانه که به یاری میاد، همون سیمرغ انسانه. اگر ما به فرهیختگی برسیم در زمینه های سیمرغی در اندیشه داریم، فر پیدا میکنیم. اینه که فر داشتن پیدا بکنیم. و یکی واژه‌ای میخواستم بگم نیومد تو سرم، که شاه یعنی خداوند، خدایگان واژه ها
مانا و معنی خودشونو دارن دیگه. خدایگاه، خدا که یعنی شاه، گان یعنی جایگاه. خدایگاه یعنی کسی که جایگاهش پادشاهی داره، هیچ چیز شگفت انگیزی نیست. چرا؟ چون فرهنگ ایرانی شگفتی ها رو نمیپذیره، شگفتی ها رو نمیپذیره. شما همون داستان ابراهیم رو که میبینیم بچه‌شو میخواد ببره، میبینیم چند هزار سال پیش از اون، دست کم 1700 سال پیش از اون در ایلیاد اومده که آقا ممنون میخواد دخترشو قربانی کنه. خداوندی که پاسداری میکنه از زیست بوم و طبیعت میاد یه آهو رو جای اون میذاره، این بچه رو برمی‌داره میره. حالا طفلی اون آهوه بروی یه گوزن رو میذاره اونجا و میبره. فرنگ ایران اینو نمیپذیره، اینو نمیپذیره، جوری دیگه است، نمونه های دیگری داره. برای نمونه اونا طوفان نوح دارن، ما ور جمع کرده داریم که باز حالا زمانش رسید بهش میگیم. پس این میان و میپرسن. در همین زمان که اینها به اینجا رسیدن، در همین جایی که اینها به اینجا رسیدن، همون سروشی که ازش گفته او کد در خواب میاد، در خواب سام میاد که میاد یه همچی چیزی هست، ندیدم، کسی هم بهش نگفته. سپس در اینجاست و باز خواب میبینه. این خوابی که میبینه در میان میذاره و راه میفته میره که بچه رو ببینه. چون در گذشته ما هندیا، همه جهان، چینیا به خواب باور داشتیم. من فیلم های تاریخی کره رو میبینم که ورای این کسایی که به خودشون میگفتن روشنفکر، اینها میرن گنترین رختا رو تنه میکنن. تر ما مانند یونانیا تر خودشون رخت خوب میپوشن، مال ایرانیا رخت بد، در حالی که خودشون باور داشتن که فرهنگ ایرانی چگونه است. و هنگامی که با ارسطو میاد اسکندر یا اسکندر جستک به گفته ایرانی که گاه ما حول ورمون میداری، یکی که میاد سر قدرت، ما اینا هم هستیم، چون ما بازمانده اونایی هستیم که از سوراخ آب در رفت. ما اونایی که تو نبردای تازیان و مغول‌ها کشته شدیم، ما بازمانده های اونایی، ما فرزندان کوروش بیشتر نیستیم، راستگو نیستیم، از سوراخ آب در میریم. و شما نگاه کنید همونایی که پیش از 57 چه میکردن، امروز چیکار میکنن؟ اینا همون آدمان، اینا همون آدمان، یه سری دگرگون شدن اینجوری، یه سری دگرگون شدن اونجوری. خب این سیمرغ میاد اینو ورمی داره میپروره، این خواب میبینه و میره میاره. و باز میبینیم که انسان بیچاره میشه. پادشاه اومده، سپاهش هم همراهشه و این میگه چه کار کنم، دور کوه شد. در اون خوابی هم که میبینه، سواری سرافراز و گرد تمام، فراز آمدی تا به نزدیک سام، ورا مژده دادی ز فرزند اوی، یا اوی از آن برز شاخ برومند او. چو بیدار شد موبدان را بخواب، اوزیندر سخن چند گونه بران. و بهش گفت چه خواب دیدم؟ و میگه شما چی ببینید؟ و اونا میگویند که زنده است آن خرد کودک هنوز. او یا شد ز سرما و میپرسه که زنده است آن خرد کودک هنوز. او یا شد ز سرما و مهر تموز، که تموز تابستانه. همه پیر جوانانی که بودن گفتگو میکنند که ناسپاسی تو کردی، همه بچه را پروراننده اند، ستایش به یزدان رساننده اند. تو پیمان نیکی دهش بشکنی، چنان بیگنه بچه را بفکنی. ببینید در اینجا از ترس هم نمیبرن اینهایی که خواب گذارن، ترسی ندارن که سخن بگیم. در داستان ضحاک ببینیم که ترس دارن، بیم دارن، که زیرک این بیم رو کنار میذاره و اون که بیهوش میشه زود فرار میکنه که نکشده. این نه، میگه تو پیمانو شکستی. چون پیمان ارزشش همواره ماندگار، فرهنگ ایرانی ماندگاره. یه وزیر، یه شاه، اینها میان با کار خوب و بدی که میکنن میمیرند و میروند و اونجاست که پس از چندین دهه به اونها میگن خدا پدرتو بیامرزه، روانت شاد باشه. یا اینکه میگن در زندگیشم یه چیز دیگه بهش میگن. میگه تو پیمان نیکی دهش بشکنی، چنان بیگنه بچه را بفکنی. زموی سپیدش دلاری به تنگ، تن روشن پاک را نیست ننگ. و اینا بهش میگن بی این که ترس. اینه که میگم فلسفیشان این فلسفه رو
پیدا نمیکنن دوستان. اینو نمیبینن، این نگاه فرهنگ ایرانی ها نمیبینن که زیرک هنگامی که داره میبینه داره گفتگو میکنه با اون کسی که از فر ایرانی برخوردار نیست، که افراسیاب باشه، هیچ ضحاک باشه، ببخشید نوادی افراسیاب، این هیچ، نه ببخشید اصلا با مهراب اشتباه کردم، خوب بود که یادم اومد چون گاهی یادم میره اینا رو بگم. این فرزند خوبه، فرزند بد مرداست که خودش پدر خوب بوده. اینه یزدان کسی را که دارد نگاه، نگردد سرما و گرما تبا. چرا؟ چون نیکپیه و بچه است و بیگناهه. میگه اینک تندرست و بزرگ شده و میتونی بری اون رو بیاری و این راه میفته که بره اون. بران بود که روز دیگر پهلوان سوی کوه البرز پوید نهان. میخواست نهانی بره که اینو بود بجوید مگر باز یابد ورا. اینو در سرودهای نیوردن، از اون میان خالقی، ژولمول، مسکو، جنیدی و یه سیدی که ایران زده نیاوردن. چو شب تیره شد رای خواب آمدش، کز اندیشی دل شتابش آمده. و بیشتر این خوابایی که ما ببینیم آن چیز هست که یا باش برخورد کردیم یا در اندیشش هستیم. چنان دید در خواب کز کوه هند، یا هند من میخونمش که من هندو هنوز نه 100% نمیتونم بگم، هندو من در شاهنامه باورم به بلنده، که از کوه هند درفشی برافراختندی بلند. این نمونه های سپس من میارم. غلامی پدید آمدی خوب روی، ببخشید جوانی پدید آمدی خوب روی، جوانی پدید آمدی خوب روی، به دست چپش بر یکی موبدی. ببخشید غلامی جوانی پدید آمدی خوب روی، سپاهی گران از پس پشت او. پس پشت، پشت پس پشت، ما پشت سرمون پس پشتمونه، ما کوتاهش کردیم. به دست چپش بر، این بر به دست چپش بر یکی موبدی، سوی راستش نامور بخردی. باز نگاه کنید، موبد یه جا، بخرد یه بار. سکولاریسم در فرهنگ ایرانی. جناب شهرام اینو یادمون باشه در تیتراژ بنویسیم، ما که بنویسید که من گفته بودم در یه جاهای دیگه که بابا ما سکولاریسم یا چی میگن فرانسویش هم چیز دیگه میگن، یادتون هست فرانسویش، اونو چیچیالیته، اونو در شاهنامه ما داریم در بسیاری، نه اینکه اونجا هنوزم زرتشت نیامده و جاهای دیگه. یکی پیش سام آمد ایزان دو مرد، زمان برگشادی به گفتار سر. تونتون دارم میگم چون زمان زیادی نریم، که این مرد بی باک ناپاک رای، دل و دویده شسته ز شرم خدای. ای مرد اینجوری، گر آهوست بر مرد موی سپید، گر آهو بدی کاسیه، تو را ریش و سر گشت چون مشک بید. چون مانند بیدمه شد. همان و همین ایزدت بهره داد، آنی که ستایشش میکنی همی گم کنی تو به بیداد داد. ببینید داد، دادگری، خردورزی، این چیزهایی که شاهنامه به ما میده و این اندیشه میشه که سروش، داریوش، لبخند، مهدا که زادروزش بوده، خجستباد باشه، مهدا دیگه رفته دبستان، اینک از 4 سالگی کار کرد، بسیار خوبه، پدر ارجمندش، مادر گرامیش، مادر بزرگ خوبش، خواهر، عمه گرامیشون که اینا انسانای بسیار نیکی بودن، من در اون دوره که با ما کار میکردم بودن. میگه که تو اشتباه از توه، پسر کو به نزدیک تو بود خار، مرو هست پرورده کردگار یا کردگار، کزو مهربانتر ورا دایه نیست، تو را خود به مهرندرون پایه نیست. خب اینو خواب دید و دیگه پا شد و دیگه رفت و به دنبال این جوان و دید راهی نداره که بره اون بالا. اینجاست که باز میبینیم چارگر سیمرغ میشه. پس چارگر سیمرغ میشه که خردشو به کار میبنده، خودش چاره است برای خودش، بچه هاش از اون میگیرن، اون به کار میبنده، سپس این خرد به کار بسته میاد گام به گام آموزش به اینو میده، پرورشش میده، هم پرورشش میده، گرچه به خون و به گوشت میپرورش، همون که داشته و آنچه که داشته. اینه که من از دوستان خواهش میکنم
نگن عرب سوسمار خواب. بسیاری چیزها هست اگه خواستید بررسی کنید اونجا آیا چیز دیگری بوده اونا نداشتن چیز خوراک و امروز هم دوست دارن میخورن، خب باشه، کسی دیگری خب میتونه چیز دیگری بگه. اینه که اینو میپروره و هنگامی که این هم گیر گرفتار میشه میاد و این رو به از کوه پایین میاره و یه داستان رو که اینم باز دنبال این فلسفه است در هفته آینده پی میگیریم. 3-4 دقیقه داریم، کمترش بکنیم که بتونه بره روی اینستاگرام. بسیار خوب، سپاسگزارم جناب قویدل. ما بیش از این در فکرمون بود که بگذاریم منتها شاهنامه رو شما وقتی که باز میکنید دیگه باز شده شاهنامه و به این راحتی ها نمیشه گذاشتن. به هر طریق سپاسگزارم جناب قویدل. یک بار دیگه یادآوری میکنم این برنامه به صورت زنده پخش نمیشه امروز. از دوستان بینندگان خواهش میکنم اگر پرسشی هست برای ما بنویسن، در برنامه آینده پاسخ خواهیم داد. جناب قویدل سپاسگزارم از فرصتی رو که برای ما گذاشتید. با یاد مهرداد پارسای گرامی این برنامه رو میبندیم. شاد زی، مهرافزون، پایدار. خدا نگهدار.